تصور کن که یه روز صبح از خواب بیدار میشی و تو آینه میبینی که پوستت کم کم داره آبی میشه، طوری که هر کی از کنارت رد میشه نمیتونه از نگاه کردن بهت دست برداره. این سرنوشت پل کاراسون بود، مردی که رسانه‌ها بعدها بهش لقب مرد آبی یا حتی بابا اسمورف دادن. پل سال 1950 در اوراگان آمریکا به دنیا اومد. یه زندگی ساده داشت، کشاورزی میکرد، کارهای دستی و تعمیرات خونه. اما از همون بچگی با مشکلات مزمنی مثل درماتیت که یه نوع التهاب پوستیه، آلرژی‌های تنفسی و رفلاکس اسید معده دست و پنجه نرم میکرد. تو اوایل دهه 90 بعد از شنیدن تبلیغات پرزرق و برق و مشاوره دوستاش در مورد یه درمان معجزه‌آسا به اسم نقره کلویدی، فکر کرد بالاخره درمانی پیدا کرده که مشکلش رو حل میکنه. پل شروع به خود درمانی کرد و حتی خود نقره رو تو خونه درست میکرد. هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها همینطور گذشت. تو این مدت ذرات ریز نقره تو بدنش جمع میشد. چیزی شبیه به وقتی که نقره تو فیلم‌های قدیمی وقتی در معرض نور قرار میگیره تیره میشه. اولین تغییرات روی صورتش شروع شد. لکه‌های خاکستری، رنگ و روی کدر و در نهایت یه رنگ آبی خاکی دائمی روی کل پوستش ظاهر شد. جالب این که خود پل توی ابتدا خیلی نگران نشد. وقتی دوستاش میپرسیدن که چی به صورتت زدی، فقط سر تکون میداد و میگفت که باور داره نقره داره بهش کمک میکنه. آلرژیش بهتر شده بود، رفلاکسش تموم شده بود و حتی درد مفاصلش کمتر شده بود. تا پایان عمرش هم میگفت هیچ شکی ندارم که نقره کلویدی به من کمک کرد. اما پزشکا قضیه رو یه طور دیگه میدیدن. پل دچار یه بیماری نادر به اسم آرژیریا شده بود که به دلیل تجمع نقره تو بدن اتفاق میفته. تغییر رنگ پوستش دیگه قابل برگشت نبود. پزشکا بهش پیشنهاد دادن که دیگه نقره رو مصرف نکنه. درمان‌های آزمایشی مثل لیزر یا پیوند پوست هم مطرح شد، اما پل هیچ وقت به طور جدی به دنبال این درمان‌ها نرفت. اون نمیدونست که نقره کلویدی هیچ وقت از نظر علمی به عنوان درمان تایید نشده و مصرفش میتونه برای سلامتی خطرناک باشه. تا اواخر دهه 90 چهره آبی خاکستریش دیگه غیر قابل چشم پوشی شده بود. عکسش تو اینترنت و روزنامه‌ها پخش شد و توجه خیلی از تولید کنندگان تلویزیونی رو به خودش جلب کرد. خیلی زود ازش دعوت کردن که تو برنامه‌های بزرگ ملی شرکت کنه. سال 2008 تو برنامه تودی شو NBC حضور پیدا کرد و میلیون‌ها نفر برای اولین بار پوست آبیش رو دیدن. اون مصاحبه به سرعت وایرال شد و اون رو تبدیل به یه سوژه عمومی کرد. بعد از اون تو برنامه اینساید ادیشن هم ظاهر شد و خبرنگارا به زندگی روزمره‌اش پرداختن. ازش سوال می‌کردن که چطور با کار، روابط و نگاه‌های همیشگی مردم کنار میاد. شاید بزرگترین لحظه عمرش وقتی بود که ازش دعوت کردن تو برنامه اوپرا وینفری شرکت کنه، جایی که جلوی یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های تلویزیونی دنیا نشست. تو اون برنامه پل با آرامش و شوخ طبعی در مورد زندگیش به عنوان مرد آبی صحبت کرد. شوخی می‌کرد که شبیه اسمورف واقعی شده و از طرفی از استفاده طولانی مدت نقره کلویدی دفاع می‌کرد. این حضورها باعث شد که پل به یه چهره بین‌المللی تبدیل بشه. مردم شروع کردن تو خیابونا اونو شناختن و گاهی هم برای عکس گرفتن پیشش میومدن. توجهی که برای پل هم جالب بود و هم خسته کننده. اما پشت دوربین‌ها زندگی سخت‌تر بود. سال 2007 پل به دره مرکزی کالیفرنیا رفت و امیدوار بود جایی آرومتر برای زندگی پیدا کنه. خودش را آدمی تنها میدونست و بیشتر وقتا تنها میموند. همسر سابقش میگفت که تغییر رنگ پوستش عجیب و نگران کننده بود، اما پل هیچ وقت خیلی جدی نمیگرفتش. سالهای آخر عمرش پر از مشکلات بود. مشکلات مالی باعث شد خونش رو رها کنه و یه مدت توی پناهگاه بیخانمان‌ها تو بلینگهم واشنگتن زندگی کنه. وضعیت سلامتیش هم بدتر و بدتر شد. تو سال 2008 جراحی بایپاس سه‌گانه قلب انجام داد و در روز 23 سپتامبر 2013 پل در 62 سالگی به دلیل حمله قلبی از دنیا رفت. پوستش همچنان تا آخرین لحظه آبی خاکی باقی موند، یه یادگاری دائمی از سالها خوددرمانی که علم به شدت باهاش مخالف بود. پل کارسون همیشه به عنوان مرد آبی تو خاطره ها موند، اما زندگیش بیشتر از یه ظاهر عجیب بود. داستانش به ما یادآوری میکنه که انتخاب‌های کوچیک میتونن مسیر زندگی رو تغییر بدن و پشت هر چهره متفاوت انسانی با امیدها و اشتباهات خودش نهفته.